آیا تا حالا توجه کردید که وقتی میخواید مثلا قهوه درست کنید چرا سراغ یه فنجون خاص میرید؟ چرا پدرتون جای مشخصی توی اتاق نشیمن داره؟ با اینکه کسی تا حالا نگفته ولی همه میدونند که اون محل مشخص جای پدره. آیا متوجه شدید که هر روز صبح کارهای تکراری انجام میدید به طوری که حتی میتونید کارهای روزمره‌تون رو یک روز در میون هم برنامه‌ریزی کنید؟ اگر یکی از روزهای هفته رو در نظر بگیرید خواهید دید که انسان زائیده عادته و این امر گاهن زندگی رو کمی کسل کننده میکنه. حتی دعاها و اذکاری هم که در وقت نماز انجام میدیم برامون عادت شده. وقتی نماز میخونیم همون سوره های همیشگی رو میخونیم، در رکوع و سجده هم همون اذکار همیشگی رو میخونیم، ولی تو این کلیپ میبینیم که عبادتی دیگه و شیوهی مختلف و لذتی بیشتر. یک لحظه توجه کنید، همین الان، همین لحظه در مورد آخرین نمازی که خوندید فکر کنید. توی اولین رکعت بعد از سوره حمد چه سوره‌ای خوندید؟ آیا اصلا مشخص کرده بودید که چه سوره‌ای میخواین بخونید؟ یا اصلا یادتون میاد که چه سوره‌ای خوندید؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرمایند بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اجازه بدید سوالی رو واسهتون مطرح کنم. وقتی وضو میگیرید چه قصد و نیتی دارید؟ ما همین سوال از عده‌ای از مسلمان‌ها توی شهر سیدنی پرسیدیم. 58% گفتند که قصد و نیتمون خب گرفتن وضوئه. 42% هم گفتند قصد و نیتمون از گرفتن وضو خوندن نمازه. اونها در واقع از روال عادی خودشون صحبت کردند. در مورد گرفتن وضو اون هم برخلاف عادت همیشگی فکر کنید. فکر کنید که چطور میتونید از گرفتن وضو چندین نیت داشته باشید. قصد و نیت خودتون رو از وضو گرفتن افزایش بدید با این نیت که مثلا دارید برای نماز آماده میشید، دارید از الله سبحانه و تعالی اطاعت میکنید و به دستوراتش عمل میکنید، دارید از سنت رسول الله علیه السلام هم پیروی میکنید، به علاوه گناهاتون هم دارن پاک میشند. اینجاست که متوجه قصد و نیتمون میشیم و همچنین ثواب و پاداش بیشتری هم دریافت میکنیم. با خواسته پروردگار هم همسازتر میشه و از روال عادی هم خارج میشه و در نهایت از وضو و نمازمون لذت بیشتر میبریم. این در مورد وضو. نماز چطور؟ چه چیزی باعث میشه که نمازهامون انقدر بیروح باشه؟ شاید همون خطاهایی که در وضو هست اینجا هم هست، یا بهونه هایی که همیشه برای خودمون میتراشیم. وقت ندارم، خیلی سخته، عربی بلد نیستم، من هیچ وقت نمیتونم نمازم مثل صحابه پیامبر باشه. یا شاید هم نمیدونیم که پیامبر علیه السلام چطور از نمازش لذت میبرده. چرا قرآن بیشتری حفظ نمی کنیم؟ چرا به جز سوره اخلاص و چند تا از سوره های دیگه سوره های بیشتری رو توی رکعتامون نمی خونیم؟ از جابر رضی الله عنه روایتی که رسول الله علیه السلام فرمودند بهترین نماز نمازیه که قیامش طولانی باشه، به روایت بخاری. بیایید سوره تبارک رو یاد بگیریم، سوره قیامه رو یاد بگیریم، سوره واقعه یا سوره رحمان. اگر عربی بلد نیستیم یا در حفظ کردن آیات سریع نیستیم، حتی اگر هفته ای فقط چند آیه حفظ کنیم کارمون راه میفته. یک راه حل واسش پیدا کنیم و اون وقت از نمازمون لذت میبریم. اجازه بدید موضوع رو واسهتون روشن‌تر کنم با استفاده از اذکاری که پیامبر علیه السلام توی نمازش ادا می‌کرده. ایشون نمازشون رو با این دعا آغاز می‌کردند: سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. همچنین ایشون گاهی این دعا رو هم می‌خوندند: اللهم باعد بینی و بین خطایای كما باعدت بین المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. و گاهن میفرمودند: الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا، الله اکبر کبیرا.
والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اعوذ بالله من الشیطان من نفخه و نفثه و همزه. وقتی که بچه بودیم به ما میگفتن که توی رکوع بگیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، و همچنین به ما میگفتن که توی سجده بگیم سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى. با این حال پیامبر علیه السلام دعاهای بسیار زیاد دیگری رو هم میکردند. مثلا در رکوع میگفتند سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی، و همچنین میفرمودند اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك اسلمت خشع لك سمعي و بصري و مخي و عظمي و عصبي و ما استقل به قدمی. و همچنین در سجده میفرمودند سبحان ربی الاعلی و بحمده. همچنین میفرمودند اللهم لك سجدت و بك آمنت و لك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه و صوره و شق سمعه و بصره تبارك الله احسن الخالقین. و گاهن میفرمودند اللهم اعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك و اعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. بیایم به نمازمون فکر کنیم و درش تنوع ایجاد کنیم. زمان اون رسیده که در تک تک نمازهامون خشوع رو رعایت کنید. بیایم نمازمون رو از روزمرگی خارج کنیم.